حیرت از ویژگی‌های مردم و حضرت مهدی علیه السلام در عصر غیبت. آیا تا حالا براتون پیش اومده که سرگردون و حیرون بشین طوری که دیگه ندونین چی کار باید بکنین؟ یکی از ویژگی‌های مهم دوران غیبت سرگردونیه و هرچی بیشتر به ظهور امام زمانمون نزدیکتر میشیم این سرگردونی بیشتر و بیشتر میشه. تو این روزا آدما به خاطر پنهان بودن امامشون متحیر و متعجبن و حتی بعضی از اونا تو گمراهی زندگی میکنن. البته بعضی از آدما هم وجود دارن که از این امتحان مهم با سربلندی بیرون میان و ایمانشون رو تا لحظه های آخر حفظ میکنن. تو بعضی روایت‌ها اومده که این حیرت به خود امام زمان علیه السلام هم نسبت داده شده، چون حیرت در لغت وقتی به کار میره که کسی تو کار خودش احساس سرگردونی میکنه و گشایشی نمیبینه. پس این نوع سرگردونی برای امام زمان با عموم مردم فرق داره. اسبق ابن نباته از یاران امام علی علیه السلام میگه روزی امیرالمؤمنین رو دیدم که به فکر فرو رفته بودن و با انگشت روی زمین خط میکشیدن. پرسیدم ای امیرالمؤمنین به چه فکر میکنید؟ چرا روی زمین خط میکشید؟ ایشون فرمودن به فرزندی فکر میکنم که از سلاله من و 11مین فرزند منه. اسم اون مهدی است و زمین رو پر از عدالت میکنه، همونطور که پر از ظلم و ستم شده و توی سرگردانی و غیبتی به سر میبره که بعضیا در این بین هدایت میشن و بعضی دیگه گمراه میشن. اون چیزی که تو این روایت اهمیت داره اینه که منظور از سرگردونی و حیرت مردمه، نه امام. چون امیرالمؤمنین فرمودن که غیبت و حیرت هر دو وجود دارن و غیبت زمانی معنا پیدا میکنه که امام زمان علیه السلام تو مقایسه با مردم قرار میگیرن. چیزی که مشخصه اینه که حضرت تو حضور خودشون غائب نیستن و اگه از غیبت صحبت میکنیم یعنی در مقابل و بین مردم غائبن. حیرت هم درست همینطوره، یعنی حالتی برای امام پیش میاد که نتیجه اون برای مردم سرگردونی و سختیه. امیدواریم که همه ما تو روزای سخت آخر از زمان با ایمان و اطمینان از این سرگردونی بیرون بیاییم و زمینه رو برای ظهور امام زمانمون فراهم کنیم.